اگه نتونه خودتون میدونین تو یه ذهن چقدر داغونه، اگه بتونه میدوه میره میکاره تو باغچه شادونه. Let's go. Hey, oh, hey, rabbit, hey, hey, rabbit, oh, hey, beep, 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 tak, tak, tak. صابخونه ماشین کایلی جنر چرا خیس شده؟ صابخونه چی بود؟ کسی خونه داره؟ کسی خونه هایا چه قشنگه اینجا کجایه؟ صابخونه این هست که باید بریم اونجا منتظر بمونیم یکی میاد میگه خواهش میکنم تشریف داشته باشین. تو آبم که نیستی صابخونه. اون گرمه دلش همساده صابخونه. اینکه آهنگ منو گذاشتین مثلا یعنی ولکامتونه. گفت میرم جیش کنم دروغ گفت. السلام علیک. دیگه اومدیم جای علما ساعت بگیم السلام علیک السلام علیکم. من میشینم که شما بیای توی چیز بیای. آره بیا همینجا. چطوری؟ خواهش میکنم بشین. خیلی آقایی. خوبی چه خبر؟ خوشحالم میبینمت. عزیزمی قربونت. گپ کردی واقعا؟ آره منم که نمیدونستم ولی دیگه پریدیم تو دیگه. اولین اینجوری هم میشه جدی؟ ما یه چیزی گفتیم صبح. اینم یه مدلشه دیگه. عمومن عزیز خوش اومدید. ردیفی؟ خوبی؟ قربونت. ما اولین بار همدیگه رو میبینیم. اولین بار واقعا اولین صحنه‌ای که استاد عزیز من میبینم. گپکست تو جشن هالووین نشستین تین پاشین برقصین حالا غیر بدین دین نم آهنگا شده دین 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 اگه تو ماشینین حالا گاز بدین غین لیموزین بعد از این دست زدین نزدین حلزون بگیرم بستر است باز کن صفحه پنجم این مگازین برو ببینه تو پارک کنار جکوزین. Let's go. چه باحال شد. عمو هومن چه خبر؟ چاکرم. خوبی؟ چیکار می‌کنی؟ هیچکی؟ هیچ خبر؟ والا خوبی؟ چیکار می‌کنی؟ آره خوبی؟ بالاخره خبر؟ دیدی چه زندگی می‌کنی؟ آره اومدم یه 2 ماه و 1 هفته شده. چه باحال. دو ماه شد داره. آره خودت چی تو اوج گرما دیگه. آره من که 2 سال و تو اوج گرما اومدی شما. آره اسپانیا بودی درسته؟ من لندن بودم بعد آخرین جایی که زندگی میکردم لندن بود. اسپانیا هم بودم قبلش ولی اومدم دیگه. دبی جای باحالیه. آره جای باحالی. خیلی باحالیه. آره ببین من جای هنوز زندگیه. آره خودم پیدا نکردم. من پیدا کردم. مرسی قربونه. خیلی خوشه. اینجا کجاست؟ گپکست. آها دارم خودم پیدا میکنم. پویان جان. آره دارم پیدا نکردم. دیگه من پیدا کردم. نه سلطان عزیزم بگو. آره یه ذره طول میکشه آدم با محیطش آشنا بشه ببینه چی کار میخواد بکنه چی کار تا حالا کرده آینده میخواد چی کار بکنه. یه ذره گمم هنوز نمیدونم دقیق میخوام چی کار بکنم ولی هومن جون ببخشید من تو کلامت من قلیون میکشم چای میخورم یعنی شما هم همین کارو میکنید راحت آره آره راحت صندلی راحت نیست عوض کنیم راحت بر
خوبه. عمو علی نمیدونم خودش دیگه قول میدم راحت شما رفیقید با هم. قول میدم راحت باش. خودش هر جوری برات چیده خودتی و خودشو خداتون. بول یعنی قبول. اوکی سلطان. عمو هومر چرا نیده بودیم قبل؟ سلطان بفرمایید. آره خلاصه الان یه حرکت‌های جدید، یه لاینی باز کردم برای کار دیجی. چه باحال. هم دیجی میکنم هم میخونم. چه باحال. یه بار یه تستی زدیم. پس همین لایو همینو مستقیم میبریم استاد رو دیجی. میشه 3000 همین 3000 دیدمش. باحال آره. آره آره هم میخونم هم دیجی میکنم. ندارم. ولی میشه ساخت. من فلش دارم ولی چیز نیست، دراپ باکس نشده. یعنی موزیکاش هم همین از آخرین آنالیز کنه آخرین وایب ایبیزا اومده بیرون. یعنی آخرین یک شخصی که تمام همین افتر پارتی ها و اینا رو میذاشته یا اشتباهی اومد اینجا، اشتباهی مست بود نشه بود نمیدونم چی بود، یهو اینو فایلو داد گفت آجی این آخرین ورژن چیزاست. بعد من میدونستم فردا پشیمون میشه، همون لحظه دانلود کردم. خوب کردی. الان تو سیستم الان اون فلش هست، یعنی هر چی فقط پلیو بزنی آخرین موزیکای ایبیزا رو داری. افتخار میکنی به حرکتت. من نه خودش داد. من ولی به تو خودش داد بعد پشیمون نشه سعی. آره پشیمون میشه دیگه بالاخره. اما الان مثلا یه چیزی بدم به شما حالم خوبه، شما میگیری دیگه. فردا پشیمون شدم کینو لقم دیگه دادی دیگه. الله دادم دیگه. نمیتونم پس بگیرم. عالیه. چی داری؟ الان نه چی؟ قلیون دارم. الان حساب یه قلیون دارم. به خاطر همین هیچ وقت چیزی پیش خودم نگه نمیدارم، چون میدم همینجوری منم. چیزا رو میذارم جای دیگه، تو چه میدونم جای دیگه، خلاص نگم لو ندیم خودمونو. اوکی خب دیجی میکنی عمو من، خیلی داری از من حرف میکشی عمو من. قرار نشد دیگه خودت گفتی گپ و کست هر چی خواستی راحت باش. الان کفشم هم در میارم، 4 زانو میشینم، 4 زانو میریم تو استخر. آره بریم تو آب. حال میده هر کاری عمو علی بگی ما میکنیم. آخه تو فیتی، من هنوز من که داداش فیت چی نگاه چربیه 2 ماه درست تمرین نکردم ماشین چربی. به هر حال صاف وایسی چربی ها هم میره. آره نه من صاف وایسا هم نمیره. نگاه در قرعه کشی بزرگ نقدی وطن شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز $100,000 باشید. جایزه اول $50,000، جایزه دوم $35,000، جایزه سوم $15,000. برای شرکت در قرعه کشی تنها کافی است $10 یا بیشتر واریز کنید. هرچه بلیت بیشتری جمع آوری کنید، شانس برنده شدنتون بیشتر و بیشتر میشه. همین حالا شرکت کنید و برنده بعدی وطن باشید. اما هومن متولد تهرانی شما؟ بچه تهران؟ من دسفول. بزن دسفیلی؟ دسفیلی هم گید منو بردا ترام یکاتی قصه کنم اما اونقدر نه. لوری؟ لور نیستم نه. دسفول هم لور داره هم دسفولی لور داره. آره دسفولی ما. اوکی. فامیلیم هم شاهیه. من شاهی. آره. چیز عمومینا و بابامینا همه خواننده‌های زمانشاه بودن. کابارتوری. بعد فیلم بازی کرده همون با بهروز وثوق کلی 3 تا فیلم بازی کرده. آره. چه خفن. استاد سورپرایزمون کردم هم. بچه دسپوله. دسپیل. سلام میکنیم به بر بچهای دسپیل. سلام به همه دسپیلیا. ما اینجاییم اصلا نگران آبادانی شد. دسپول یه جایی داره که شنا میکنن این آبه. آره کته. ادامه کارونه. آره یه جای معروف اسمش یادم رفت. یه جایی که علی کله. استاد بچه دسپولی واقعا. آره من تا 7 سالگی اونجا بودم، بعد رفتم کرج دیگه. هر سال میرفتیم. اوکی. هر سال میرفتیم عیدا و تابستون، میگم تابستون
موقع هوا خوب تابستون بود آره. میرفت. آره مدرسه نداشتیم میرفت. شما هم جیشت میاد چیز میشی؟ عصبی میشی؟ جیش داری؟ وقتی جیش داری عصبی میشی؟ من جیش دارم عصبی میشم، گشنم عصبی میشم. چیز دیگه هم هست دوباره عصبی میشه. آره کنم هم عصبی میشم. کارمو انجام نمیدم. منطقی. کلا کار نمی‌کنی. خوب کم برداشتم. دیدیم چه شد. آره. خب ببین راستش بهت گفتم پیدا نکردم خودتون. اینجا. آره حالا اینکه لاین دیجی که رفتم از اون طرف یه دستی توی ملک زدم. خب تو 2 ماهی که اومدم بعد از اون ور تو همین 2 ماه کلی کار انجام دادی استاد؟ آره ولی به نحو احسنت نه. آخه خیلی داداش تو دبی واقعا سخته بخوای جای خودت رو پیدا کنی. چون اگرم پرفکشنیست باشی و مثلا بخوای همه چیو به نحو احسن و بهترین انجام بدی واقعا چون انگار رقابت سخته اینجا. مثلا نشدنیه انگار یه جورایی. نه؟ آره ببین من چیز بودم ایران که بودم بعد از گروه بروبکس رفتم تو کار چیز بچه ها دیگه کار نکردن گرفتن. آره برگری زدم. منم خواستم عقب نیفتم برگری زدم. اونا برگرلند رو زدن من گامبرگر. آره گامبرگر چقدر خوشمزه بود. من خوردم تو تهران فکر کنم بودم 2017. آفرین. آره 2017 و 18 و 19 امتحان کردم قبل از اینکه بیام بیرون برگر شما رو امتحان کردم. نکنه برگر شما باعث شد من بیام بیرون. یه چیزی خوردیم دوتا یه چیزی تا خوردیم. چیزی با هم خوردیم. بعد برگری توی استانبول هم بود جمعش کردم. آقا جواب بده راحت باش اگه مهم نمیدونم کیه. هلو Hi, greetings everyone. How are you doing? Good, and you? Thank you. با اجازه دستشویی Yeah, we can collaborate together. You're welcome. Thank you for calling. Goodbye. استاد من میشینم اینجا مثل حالت پروانه میشه. مال شیشه است. مال شیشه که نه قلیه شیشه. بزن میاد الان. آره مال شما الان 2 دقیقه دیگه ببخشید. بذار من ببینم سینم اینجوری میشه. الان میاد. شما پس داداش این اتفاق کارآفرینی یه جورایی. آره من از 2013 گامبرگر رو زدم. شما از اول بیزنسمن بودید کلا اکیپتون کلا. آره اولش بچه‌ها موزیک ویدیو فقط کار می‌کردن. بعد چیزا بود تو میدونی چجوری تبدیل به پولش هم بکنید. یعنی اونا بهتر میدونن. اون دو تا دوست دیگه که منم تا پارسال گامبرگر رو داشتم جمع کردم و تصمیم ندارم اینجا اصلا کار کنم. اوکی. برگر تصمیم ندارم. بیزنس خوبی نیست که اذیته. کلا غذا یه جورایی کار بیشتر از 12 ساعته و یه جوریه که اذیت کننده. آره خودت بالا سرش نباشی با کله میخوره زمین. اوکی. مگر اینکه شما مثلا بیاید یه آشپزخونه مرکزی داشته باشی، یه دفتر مرکزی داشته باشی، همه چی رو خیلی خوشگل بندازی روی ریتم خودش کار کنه. اوکی. و دبی فکر کنم شدنیه ها. دبی این چیزی که میگی مثلا رو نظم باشه خیلی شدنیه این چیزا. شدنیه ولی خب دیگه زیاد چون زخ خوردی زیاد راستش خیلی هم خوب در آوردم از 2013 زدم که در آوردم یعنی. اوکی. آره این شعبه 3 تا شعبه زدم تو تهران بعد رفتم استانبول دوباره کار کردم. اوکی بوده. اوکی. ولی اینکه بخوای گسترشش بدی دیگه به هیچ کاری نمیرسی. شما پس کارآفرین واقعی هستید. چون من خودم فکر میکنم کارآفرینم ولی کارآفرینی من اینجوریه به این شکله که مثلا بقیه رو میارم میگم کار کنید بعد وقتی کار میکنن بهشون میگم آفرین. کار میکنن میگم آفرین. آفرین. خب پس میاره اینجا افرادی مثل منو بهشون میگه آفرین. کارت آفرینه. کار آفرین. مثلا تشویق میکنم میگم آفرین. کار آفرین. آفرین. مثلا الان چای و thank you شاید. آفرین. آفرین. آفرین means thank you.
الان من کارآفرین محسوب میشم مثلا. آره کارها رو آفرین میگی، توی کارآفرین موفق محسوب میشی. خواهش میکنم. به خاطر اینکه آفرینت خیلی تاثیرگذاره. Thank you bro. You are in the Gapcast. Say hi to the camera. اوکی. خیلی هم عالی استاد. پادکست به این ریلکسی تا حالا نه. من خودم من چون اصلا هیچ وقت تو پادکست نرفتم در عمرم، هیچ وقت احساس کردم یه ذره پادکست هایی که میگیرن خیلی فرماله همه چی. میشیم صحبت میکنیم دیگه نه؟ آره راست میگی. جورگان و اینا قشنگ همینجوری میشینن صحبت میکنن. من دفعه سومم، یعنی تا حالا 50 تا پادکست دعوت شدم، دفعه سومم. خیلی دوست داشتم نزدیک ببینم. فداشم. من همینطور باعث افتخارم. الشن رو خیلی دوست دارم. الشن استاد بزرگ. آره واقعا کارش خفنه. بی‌نظیره. برای شما با هم کار کردید قبلا؟ نه تا حالا نشد. ولی اینجا حتما کار میکنیم. یه سوالی ازت داشتم. جا. تو واقعا میخوای ماشین صورتی تو بدی به کایلی جنر؟ آره. چرا که نه؟ واقعا میخوای اینو کادو بدی؟ چرا؟ این هوشمندانه ترین حرکتیه که من در زندگیم شاید بتونم، شاید اگه شانس خدا بهم بده بتونم بزنم. یعنی اگه من این کارو بکنم، این شانسیه که خدا به من داده. خب بعد مثل بمب میتره کنه. دقیقاً دیگه. کایلی جنر اولا اینکه سنی بیلیونر شد که هنوز قبل از اون سن هنوز کسی بیلیونر نشده تو دنیا. یعنی بیلیون دلار پول داره. خب بیلیون دلار پول داشتن خیلی مثلا کمپانی شد یه آدم بیلیونر آردی. یعنی جسکو رو که مثلا اینجوری بخره، یعنی میتونه خود کمپانی کوینگزگو بخره. الان چقدر اون ماشین؟ 5 میلیون دلار. 5 میلیون. آره. ولی اون مثلا 5 میلیون توی مثلا یه دقیقه در میاره. درجه بعد برای ما مثلا وقتی بهش فکر میکنیم مثلا این ماشینشو او میخواد بده به کایلی جنر چیز بزرگی، نه اصلا چیز بزرگی تو یه دقیقه در میاره. اون تو یه دقیقه در میاره. بعد اگه که این اتفاق قبول بکنه یه قبول بمب خبریه. در ثانیه میتونم هر ثانیه میتونم یه جسکو بخرم. تو بیزنسی که دارم همون آی گیمینگ در ثانیه میتونم یه جسکو بخرم. قضیه گیمینگ چیه؟ امکان داره ازش چیزم درخواست دیگه هم بکنی؟ از کی؟ از کایلی وقتی میخوای هیچ درخواست دیگه ازش نخواهم داشت. فقط قبول بکنه. فقط بیاد بگیریم ازش. خوش میکنه. اوکی. Hi bro, how are you doing? You good? Sorry we are in podcast. داداش شما فکرم هم خوش سلیقه دیگه. بوی برای خونه که به خونه‌مون همیشه اون بو رو بده. No. This is better. بوی خونه‌مون رو میسپاریم به آقا هومن. Keep it. No. Two. This is so fresh. پس که اینطور موزیکو پس شما الان دیگه توی دبی بیشتر، یعنی مثلا چیز میری پارتی و اینا میری یا یه دونه خصوصی برگزار کردم برای تست و الان قصد دارم که برنامه برم دیگه. 1.5 ساعت اجراه که نزدیک 20 دقیقه‌ش رو خودم میخونم. اوکی چه باحال. آره. بعد مثلا هزینه‌های مشخصی داره یا جای مختلف هزینه‌اش متفاوته؟ آره دیگه بستگی به بزرگی جا. بزرگی جا؟ آره. مایم وقتی زنگو میزدن اینجوری میشم. ببخشید دست خودم نیست. مهمون دعوت کردن مثلا یه سوالی آماده میکردی از من میپرسیدی چیزی میگفتی. در قرعه کشی بزرگ نقدی وطن شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز $100,000 باشید. جایزه اول $50,000، جایزه دوم $35,000، جایزه سوم $15,000. برای شرکت در قرعه کشی تنها کافی است $10 یا بیشتر واریز کنید.
هرچه بلیت بیشتری جمع آوری کنید، شانس برنده شدنتون بیشتر و بیشتر میشه. همین حالا شرکت کنید و برنده بعدی وطن باشید. پادکستمون به کجا رسید؟ ما پادکستیم آره؟ مثلا باحال دیگه، همینجوری صحبت میکنیم. میخواستم به یه جایی برسم از حرفام درسته که برات یه ذره قور بزنم. اوکی حتما. من از ایران زدم بیرون و توی داستان مهسا زدم بیرون. اولین کسی بودم که گفتم من دیگه کار نمیکنم با جمهوری اسلامی. بعد زدم بیرون و اون موقع تو خندوانه بودم و سریال بازی کردم و بعد سریال نقش اول بودم و تو تلویزیون شبکه 1. بعد فیلم سینمایی بازی کردم، تبلیغات میگرفتم خفن، کاله و فلان اسنپ و اینا همه رو میزدم. بعد یکی از گرونترینا توی بحث تبلیغات بودم، از همه برداشت میومد. زدم بیرون. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه به من میگفتن مجوز داری، مجوز نداری ولی داری تو تلویزیون کار میکنی ولی مجوز نداری، اسم تو این برنامه نمیزنیم، نمیدونم فلان. بعد از اون طرف میرفتم سریال بازی میکردم، اذیت میشد. آره فکر کن این همه این کارا رو میکردی ولی مجوز نداشتی بری کنسرت بذاری. یعنی از این ور مونده از اون ور نه حالت آره این کلمش اینجوری نمیشه. آره. ولی یه جوری که انگار آقا اگه مثلا دارن این حرفو میزنن ولی چرا من ندارم دقیقاً میدونی نه مجوزه رو داشتی. آره. نه آره مجبور بودم مثلا یه جایی گیر کردم. آره مجبور بودم با کار تبلیغاتی مثلا آره. موسیقیمو ارضا کنم، حالت حس هنرت. آره موسیقی تبلیغاتی مثلا بسازم، بعد از اون ور مثلا برم موسیقی تیتراژ بسازم. اوکی. موسیقی تیتراژ برنامه رو درست بکنم. شاهد بکنم یکی بیرونه ببین کیه، قبل از اینکه در رو باز کنی ببین کیه، از اون در اونوری برو ببین کیه، در رو باز نکن ببین کیه. چی میخواد؟ شاید اذیت میشه استاد. من میگی؟ نه میگم ما در رو میزنن اینا. نه بابا. خب الان ایران نمیتونی بری یا میتونی بری یا نمیخوای بری؟ میری نمیری؟ نه نمیرم، یعنی اذیت میشه اگه بری. میگیرن نمیدونم. به من که پاسپورتمو اول گرفته بودن، بعد چرا دادن بهم گفتن یه جورایی، من اصلا گفتن برو یه جورایی حالا اینطوری نه با خیلی رفتی برگرد و بریم چیز بیا دادگاه تو برو یه جورایی اینجوری. من خودم از این بابت نظر مثلا خودم اگه بخوای بدونی، اگه که دوست داری بدونی 100% از بابت مثلا ایران و سیستم مثلا کلا یه چیزیه که اصلا چون هیچی نمیفهمم از اتفاقاتی که پشت پرده میفته کلا بیخیالم. یعنی منم خیلی اذیت شدم دیگه تو شرایط خودم، ولی تو لندن هم رفتم یه سری بیرون و تظاهرات این چیزا، ولی بعدش احساس که نه، یعنی واقعا دیدم که من مثل ببخشید یک عروسک خیمه شب بازیم که اصلا نمیدونم چه اتفاقی میفته، دارم یه کارایی میکنم اصلا نمیدونم چیه مثلا چی میگم. بعد کلا اصلا هیچ نظر اصلا مثلا یه چیزی مثلا یه چیزی که اصلا وجود نداره. زندگی من هم دیگه اصلا تاثیر منفی و مثبتی هیچی نداره. اذیت شدم خارج از کشور و اینو، ولی اینجوری خودم راحت ترم چون اصلا تأثیری نداره. یعنی شما مثلا الان چه خوشحال باشین چه ناراحت از اتفاقی که افتاده، من خودمو میگم تو مسیرم زیاد تأثیری نخواهد داشت و در نهایت اگه بخوام خوشحال باشم یه سری دیگه خوشحالن، یعنی اونا که هدفمند دارن این کارایی میکنن،
اگه بخوام ناراحت باشم اون وریا که مثلا حالا باز تو قدرتن به نفعشونه، یعنی نمیخوام به اینا سود برسونی، نه به اونا سود برسونی، نه به این ضرر برسونی، نه به اون. اصلا برام مهم نیسته. این داستان هم اینجوری، یعنی زندگی همین کلاه خودمون رو بگیریم باد نبره. این چی میگم؟ مخصوصا یه ذره که اومدم حالا اینجا دیدم زندگی بابا خرج داره، این باید پول در بیارم زندگیمو بچرخونم. یعنی اگه بخوام مثلا شل بگیرم خود خانواده و خود من میرم رو هوا، یعنی هر جای دنیا که باشم. اصلا هیچ دولتی، هیچ شخصی هم براش تقریبا میشه گفت مهم نیست. یعنی تو این دنیا احساس کردم که خودمم و سایم و خوایم. یعنی به خاطر این یعنی منم اذیت شدم ولی تأثیری نداره. آره همه اذیت شدن، فقط من مدلم اینجوریه که نمیتونم بی جواب بذارم این چیزا، نه عصبانی میشم و حتی بروزم میدم، نه اینکه یه جوری باشه که بعدش پشیمون شم از رو عصبانیت باشه، بلکه کینه داری؟ آره واقعا دارم. همه واقعاً. به نظرم همه یک کینه همه آدم ها دارن، ولی بدیش اینه که نمیدونه آدم این کینه‌ای که داره اگه که کاری انجام بده به نفعش خواهد بود یا به ضررش. آخه اونم خیلی برام مهم نیست. تو چکر رو بزن. زدی چکر رو زدم، تو گپ یه نفرم حتی اون وسط پیدا کردم، چکو به مهران غفوریان زدم. اوه بنده خدا. چرا بنده مهران خدا؟ غفوریان حکومتی بدیه، یعنی یه جورایی آره وسط اون خیلی داستانا گوگلیه که چرا الکیه. نمیدونم. یه دیسی هم گفتم تو نماد اون خایمالایی برا من، یه نفر من میذارم به عنوان سمبل خایمالی. آقا مهران غفوریان یه پول کشه، هر جا پول باشه اونجور میشه. بنده خود. من بچه بودم چیزاشون زیر آسمان شهر. آره من اصلا هیچ خاطراتمون رو خراب هیچ نظر نه منفی دارم نه مثبت، یعنی خیلی رو خط خودم زندگی خودم. این کمپانی که ساختم وطن، دقیقا دارم همون وطن خودم رو میسازم ولی روی ابرا، روی کلاود، مثلا روی اینترنت، یه جایی بدون زمان با دولت خودم، با فکر خودم، با الان مثلا میگم هر کسی هر جوری چه بد بگه راجع به دولت من که هم میشه وطن، چه خوب بگه چه بد، به نفع من. یعنی وقتی به این درک رسیدم به خاطر همین نه خوب میگم از دولتی نه بد میگم. غیرت داری روش؟ تقریبا دارم کار میکنم، همه زندگیمو دارم میذارم روش. یک کمپانی سافت‌ور دیولپمنت که داریم همین بازی میسازیم، این چیزا الان نمیخوام وارد بشم که ربط پیدا نشه به این پادکستشون. ولی منظورم اینه که من خودم که دوست دارم بدونم چی کار دارم. آره حتما بهت نشون میدم، حتما همه کارا که کردم. واقعا بازی ساختم، بازی همین امروز اومد بیرون چند ساعت پیش، بازی اسمشو گذاشتم همین امروز. آره چه خفن. جسکو خان. آره همین ماشین خودمه، ماشین بازی رو ساختیم، بعد صورتیه رو. آره دقیقاً خود بازی رو ساختیم، بعد طرف بازی میکنه باش با ماشین. روی وبسایت شرطیه. الان $8,000 پول خودته توش. آره باحاله، یعنی اصلا خود چیزش نیست که دارم مثلا منظورم بازی زحمت من اول فکر کردم تو اپ استور داریم بازی میسازی. روی وبسایت خودت. آره اینو تو اپ استور هم میشه، سایتمون رو بیاریم بالا حالا در آینده اگه نیاز باشه. نیاز نیست. مثلا دقیقاً مثلا یه چیزی که دارم میسازم مثلا تلگرام، یعنی هم بازی میسازم هم یه مثلا طرف همین دوباره چیز دیگه‌اش که اومده بالا، مثلا پروفایل داره هر شخصی مثل فیسبوک، می‌دونی؟ الان پروفایل منه، بعد میتونن همدیگه رو فالو کنن. الان دارم این آپشن‌ها رو اضافه کنم، نباید اینو میگفتم ولی اوکی. میتونن همدیگه رو فالو کنن، میتونن عکس پروفایلشون رو عوض کنن، عکس‌های مختلف بذارن، بعد تیکه آبی میتونن بگیرن. اینجا تیکه آبی مثلا میتونن پول به ما بدن تیکه آبی بگیرن. کار پیچیده‌ای بوده ساختنش، خیلی هم هزینه بر بود خیلی. بعد ولی خب خدا رو شکر داره انجام میشه. الان فقط مارکتینگش مونده که الان شما سلطان مارکتینگ، الان باید ازت خوراکم. آره باید ازت بپرسیم ببینیم چیکار میشه کرد. همین مارکتینگ این الان کاری که
من واقعا باید انجام بدم. این صدای سگ که در میوردی خیلی خفن بود. ببین دست خودم نیست. گفتی از کجا اومد؟ آره در وقتی زنگ میزنه دست خودم. وقتی طرفو نشناسم دیگه. دهنتو سه هیچ. این چیز علی پیشتاز من دوستم میگفت. آره علی پیشتاز رفیقی. آره میگفت که دهنتو سه هیچ. پسر خیلی خوبی علی. آره هر جا هستی علی جان امیدوارم خوب و خوش و سلام علی. علی جون خواننده خیلی خوبی بود. اونم رفت لندن. آره ما دوستید با هم. فکر می‌کنم یکی دو بار دیدیم هم. خیلی پسر مشتی دوست داشتنی. کار درست. الان پارتی بوی شده. اونم دیجی اتفاقا دیجی. جدی میگی؟ آخرین کجا؟ تو لندن بود. تو لندن چند بار لندن پس. آره. چندین سال لندن. بعد دیگه چی؟ خیلی هم عالی گلگیمون هم کردیم. منم تبلیغم یواشکی انجام دادم. قرار نبود انجام بدم. منم به موقع پرسیدم. سلطان تبلیغات. حالا پادکست هم قرار نیست زیاد آدمای مختلفی ببینن، یعنی همین 500 نفر 1000 نفر 2000 نفر میبینن شروع پادکسته. آره ولی آدمای با کوالیتی. چی شد اول به من گفت؟ عمو علی لطف کرد گفتش که هومن جان یه آدم خفن و بسیار دوست داشتنیه، اگه بشه با هم دیگه اگه با شما صحبت کنیم اگه وقت داشته باشی. شما هم لطف کردی و تشریف آوردی و عزیزی تو و باعث افتخاره. خیلی آدم خفنی هست. سورپرایز شدم عزیزم. بعد فکر کنم اصلا این پادکست باعث بشه که با هم کلی کار کنیم. حتما. آره از الان فکر کنم نمیدونم برند امباسادور وطن باشی. ماسادور؟ برند امباسادور چیه؟ برند امباسادور یعنی برند امباسادور. برند امباسادور یعنی نماینده وطن. نماینده مثلا تبلیغاتی و اینفلوئنسر رسمیه. یه اسم دیگه ای داشت. برند امباسادور خارجیش فارسی. آقا فارسی برند امباسادور چی میشه؟ من لوریشو بلدم. سفیر. آره سفیر برند وطن. سفیر برند وطن. نمیدونم اگه به توافق برسیم شما لطف کنید صحبت میکنیم حتما. آره قراردادا رو بیار. من دوباره جیش دارم ببخشید. شما جیش دارم میای بریم با هم دیگه بریم؟ نه اینجا بزرگه. قلیون گرده. قلیون زمین فکر کنم گرد بود. نه دیگه سرش. سرش. اوکی. آره دیگه فوکوس میده. نمیدونم چرا فوکوس میده. فوکوس میده. نمیدونم چی میگی. دوت اینجوریه چون حس مامانم میگفت چون مثل حالت پستونک و شیر مادر میشه گفت میکیدن داره دیگه. آره یکی باید بیاریم ببینیم که قلیون رو ترک کنه. بعد دیگه مجبوری که استراحت بدی بهش. عمو علی عمو هومن اگه بشه کلا جایگزین من بشه تو گپکست خیلی خفن میشه به خدا. من اوت باشم کلا کارهای بیزنسی بکنم کلا هاست برنامه بشه عمو علی. استوپش بکن صحبت کن. استوپش کن. کلا من اوت باشم از قضیه. من چون نه آدم خوش صحبتی ام نه آدم جذاب. شما هم شومن خیلی خفنی هستی، هم استندآپ کمدین خیلی خفنی، هم هنرمندی، هم جذابی. دو تای اولو بلد نیستم ولی شومن بازیگر شومن و کمدین استایل استندآپ کمدین هم می‌کنه دیگه. هم مثل همین حسن ریوندی. آره تو موسیقی میکنم. به نظرم بهتر از حسن ریوندی حداقل 100% هست. فکر نکنم. از رامبو جوان که بهتره. از مهران غفوریان بهتره. نه دیگه هر دوشون شوخی میکنم ولی مشکل با خودش داشتم. حالا رامبد که دوست من هنوزم با هم. رامبد خیلی من جناب خان که عاشقش بودم خوزستانی هم بود. هر روز از آپارات میدیدم تو ایران که بودم. تیکای کوتاه‌شو. آره فیسبوک میشستم همینجوری کارهای آره کلا موسیقیش دست من بود دیگه. آره یادم دقیقاً. آره دقیقاً. در قرعه کشی بزرگ نقدی وطن شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز $100,000 باشید. جایزه اول $50,000
جایزه دوم $35,000. جایزه سوم $15,000. برای شرکت در قرعه کشی تنها کافی است $10 یا بیشتر واریز کنید. هرچه بلیت بیشتری جمع آوری کنید، شانس برنده شدنتون بیشتر و بیشتر میشه. همین حالا شرکت کنید و برنده بعدی وطن باشید. بیا برات بخونم. آره بخون. اینجوری بزن. بعدش هم تو باید بخونی. اوکی. گامنو دیوونه شده باز میگن گامنو گرفت فرق سفاز عوض میکنه این با رپ و تفریق کرده با کانتری باز. اگه بتونه خودتو میدونین توی ذهنش چقدر داغونه، اگه بتونه میدوه میره میکاره تو باغچه شادونه. سبکی که جدید شده اختراع، خبر بدین به مخبرا، پشت من اقتدا کنین بخونین از ابتدا. زیر گوشت محکم میزنم تا بده چک صدا، سگ صدا بدی بعد ودا بگی بری توی حرم زرا. پول میخواینم تو حضرات؟ نه مام پول میخواینم نس بعد میرم میخرن خر از قبرس آقا. این ورم کرده چرا اون ور دواشو سر ایست و وست آقا. این کار نکن نیست دورست آقا، این کار نکن نیست دورست. صدامو نداری بکن دیسکو تست، کیفیتشو میگی is the best. آمستردام شهر دودیاس گرس نکش بخور ریواز. شاید در تگزاس رفتیم لاس وگاس نه لاس آدش سراس. جست فاست سرنم پسر دختر سواز، کار بد کنین میکنم اتون قصاص. دورم لیسانس اختصاصی یه سپاسی چون بلدم دوره بی فاصلاسی. امسال رپ دست منه، هر کی بیکار شده کفتاسی بزنه. نه یعنی تشویق کنه دست بزنه. آهنگاتونم 3 تا 100 تومنه. رپ کردن سخته نیستش پینگ پونگ، مثل پیدا کردن تخمه که این کنگی نم از آهنگ 6 و 8. میخوام ببینم بهتون خوش گذشت. گامنو دیوونه شده باز میگن گامنو گره فرق سفاز عوض میکنه این با رپ و تفریق کرده با کانتری باز. مگه نتونه خودتون میدونین توی ذهن چقدر داغونه، مگه بتونه میدوه میره میکاره تو باغچه شادونه. Let's go. خمم ناونم چمه کینم کجانم داورم چنه بی حال بستم سرپوز غمام بیشتر بون هر روز. چه حال لیشی من مشکلاتم نقوم خیشی، مثل یه بردی که ورستیکو دردا زیادن یکیسی تو چونه زیادن خوی بخواسی نبرستی سو. ناونی چند لیشتیم ناونی چند پیشتیم بدی کردن و همخین خسون. خبر سر تیتر سون نبیدیم و دیر بیدیم از دید سون. ولی غریبهان خوب برن بالا بینی ایما خوشکیم و اونو ترن کاکا. اونو ترن کاکا. اونا میتونن. رپ لوری. دمت گرم. نوکر عمومن خیلی حال داد. برارومی I love you. قربونه. خیلی لطف کردی. چشاش خیلی عمق داره. من نوکرت. دمت گرم. غم توشه غم. حالا آقا مرسی واقعا خیلی حال داد. گپکست خفنی بود. Love you. مرسی داداش. دمتون گرم. مرسی بیننده‌های رپ گپ. میگن نگام نو گرفت فرق سفاز عوض میکنه این با رپ و تفریق کرده با کانتری باز. اگه بتونه خودتون میدونین توی ذهنش چقدر داغونه.